سلام و درود بیننده عزیز. با آخرین حادثه های جهان و تاجیکستان برنامه اخبار آزادی را من مؤمن احمدی با همکارانم از پراگ و دوشنبه پیشکش شما میکنم. امروز 12 ینور است. سرخط خبرها. در مناقشه گروهی در شهر کلاب یک ورزشگر 19 ساله تاجیک کشته و 2 جوان دیگر مجروح شدند. صدها اعتراضگر در ایران کشته شدند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت که رهبران ایران می‌خواهند با آمریکا مذاکرات کنند. بحث بسیار زنی در قرقیزستان. زن ادعا دارد که همسر دوم یک منصبدار قرقیز است. همسر اول منصبدار این زن را تمجع نامیده است. او وعده داد که از همسرش جدا می شود. به من سند نشان داده تاکید میکرد که با همسرش هیچ ارتباطی ندارد. در یک مناقشه گروهی در شهر کلاب یک ورزشگر جوان کشته و 2 تن دیگر سخت مجروح شدند. جوان کشته شده یک رزمیکار نچندان شناخته 19 ساله محمد علی سعداللهیف است. او را روز 12 ینور در زادگاه شهر کلاب به خاک سپردند. با گفته منابع آگاه بدیل ورزشگر هنگام مناقشه یک کارت زدند. 2 زخمی دیگر در شفاخانه ولایتی واقع در شهر کلاب بستری شدند. مقامات انتظامی کلاب نسبت به این حادثه با اتهام قصداً رساندن ضرر وزنین به سلامتی و اوباشی پرونده جنایتی باز کردند. همصحبتان رادیو آزادی در مقامات انتظامی کلاب به رادیو آزادی گفتند که در رابطه با مناقشه و جنایت 2 گمانبر بازداشت شدند و تفتیش پرونده ادامه دارد. در صورت ثابت شدن اتهام و یا گناه گمانبران را تا 10 سال زندان تهدید می‌کند. با گفته مقامات حادثه شب 11 ینور در مکان بازی‌های کامپیوتری در محله شمس‌الدین شاهین شهر کلاب رخ داده است. در این مرکز بازی‌های کامپیوتری را پس از مناقشه و برای تفتیشات بستند. مقامات انتظامی رسما حادثه را شرح ندادند. محمد علی سعدالله ورزشگر نوی محاربه‌های آمیخته در چند مسابقه در داخل کشور و خارج کشور جای اول گرفته است. فدراسیون رزمیکاران تاجیک در یک بیانیه رسمی نوشته است رشته زندگی محمد علی سعداللهیف در نتیجه یک کارتکشی وحشیانه کنده شد. با گفته این فدراسیون این ظلم بی‌معنی از ما نه تنها یک قهرمان بلکه پسر، دوست، تربیتگر بسیاری از ورزشکاران جوان را گرفت. رو می‌آوریم به موضوع بین المللی. در سرکوب اعتراضات در ایران صدها نفر کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی ایران 3 روز ماتم ملی اعلام کردند و اعتراضگران را گروه خرابکار نامیدند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا چند بار به جمهوری اسلامی هشدار داد که دست از کشتن اعتراضگران بردارند، ولی در نوارها دیده می شود که رحم به اعتراضگران نشده است. پرزیدنت آمریکا گفت مقامات ایران می خواهند با او گپ زنند، ولی ایالات متحده آمریکا چند گزینه کمک به اعتراضگران را روی دست دارد. طاهر سفر تفصیلات بیشتر دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت رهبران ایران در پی تهدیدهای او به اقدام نظامی برای سرکوب خونین اعتراضهای ضد دولتی خواستار گفتگو با واشنگتن شدند. او روز 11 ینور در داخل هواپیمای رئیس جمهور به خبرنگاران گفت رهبران ایران زنگ زدند ملاقات آماده می شود، آنها می خواهند گفت و شنید کنند. هنوز معلوم نیست رهبران ایران می خواهند سر کدام مسئله ها گفتگو کنند. 2 کشور در گذشته درباره برنامه بحث برانگیز هسته ایران گفتگوهای غیر مستقیم داشتند. ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی سرکوب اعتراضگران و دستی حکومت را محکوم کردند. جمهوری اسلامی از پیش برای برنامه‌های اتمی‌اش تحت تحریم قرار دارد، زیرا به قول کشورهای غربی در پی ساختن بمب اتمی است. ایران پیوسته این ادعا را رد کرده است. دونالد ترامپ روز 11 ینور گفت او و ارتش آمریکا با هدف حمایت از اعتراضگران گزینه‌های مختلف را در ایران بررسی می‌کنند. این هم در زمانی است که بنا به گزارش‌های تصدیق نشده در جریان سرکوب اعتراضها در ایران بیش از 500 نفر کشته شدند. رسانه‌های آمریکایی خبر دادند زیردستان ترامپ با او در مورد گزینه‌های پاسخ به سرکوب‌های شدید در ایران گزارش دادند. این تحولات در حالی است که سازمان‌های حامی حقوق انسان و رسانه‌های دولتی روز 11 ینور از ادامه اعتراضها، بازداشت‌ها و ناآرامی در 10 شهر ایران
خبر دادند اعتراضها به هفته سوم وارد شدند و سرکوب نیروهای امنیتی روز به روز سخت‌تر می شود. آژانس خبری فعالان حقوق بشر که قرارگاهش در امریکاست روز 11 انور گفت در جریان اعتراضهای 15 روز اخیر 544 نفر کشته شدند. به گفته سازمان دست کم 10061 نفر را بازداشت کردند. تصدیق مستقلانه این آمار امکان ناپذیر است زیرا به دلیل قطع اینترنت در ایران دسترسی به اطلاعات دشوار شده است. سازمان‌های عامی حقوق بشر میگویند این کار حکومت با هدف پنهان کردن سرکوب‌های بی‌رحمانه‌اش صورت می‌گیرد. در هفته گذشته ترامپ با هشدارها به ایران گفت ایالات متحده وضع را با دقت نظارت دارد و تاکید کرد که مقامات باید از کشتن اعتراضگران خودداری کنند. او روز 9 انور در کاخ سفید افزود ایران در مشکل بزرگ است. به نظر من مردم شهرهایی را تصرف می‌کنند که کسی چند هفته پیش فکرش را هم نمی‌کرد. در روزهایی که مردم شجاع و متحد ایران از این سخنان رئیس جمهور آمریکا رضا پهلوی فرزند شاهی سابق ایران و یکی از چهره‌های مخالفین استقبال کرد. او روز 11 انور در یک پیام ویدیویی گفت پرزیدنت ترامپ همچون رهبر جهان آزاد شجاعتی وصف ناپذیر شما را مشاهده و اعلام کرد که آماده کمک به شماست. یک شاهد سرکوب‌ها در شرق تهران و رادیوی فردا بخش فارسی رادیو آزادی گفت سرکوب نمایش‌ها به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است و وضعیت در شهر را به صحنه‌های جنگ شباهت داد. نارامی‌ها که به سبب بالا رفتن نرخ‌ها، تورم بلند و سقوط قرب پول ملی ایران آغاز شد، به جدیدترین چالش برای جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تبدیل یافته است. شما مقصرید. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران مسئول ناآرامی‌ها را تروریستانی وابسته به خارج نامید و ایالات متحده و اسرائیل را به تلاش برای ایجاد بی‌نظمی و آشوب در کشورش متهم کرد. او ضمن سخنرانی در روز 11 انور گفت اگر مردم نگرانی داشته باشند وظیفه ماست که آنها را بشنویم و مشکلشان را رفع کنیم، اما وظیفه بالاتر این است که نباید اجازه دهیم یک گروه آشوبگر بیاید و نظم جامعه را به هم زند. با آغاز اعتراضات در ایران و برکناری رهبر ونزوئلا نیکولاس مادورو از سر قدرت، کارشناسان به دعواهای چین توجه کردند که سالهای اخیر یکی از مهمترین کارشریکان این دو کشور بوده است. در یک صحبت با شارح بلندپایه پژوهشگاه هدسون ایالات متحده آمریکا مایکل سابولیک، خبرنگار رادیو آزادی رید استندش از او پرسید آیا واقعه‌های اخیر ونزوئلا و ایران ضربه به قدرت طلبی جهانی چین نیست؟ وضع برای چین یک رنگ نیست. ونزوئلا همگی 7% صادرات نفت چین را تامین می‌کرد. سهم ایران در تامین مواد سوخت چین به مراتب بیشتر است. در مسئله از دست رفتن نفوذ در ونزوئلا، چین احتمال کمی دریغ خورد و آن را پشت سر کند. در مورد ایران وضع دیگرگونه است. چین به طور جدی به نفت ایران وابسته است. از این رو منفعت چین در ایران خیلی عمیق‌تر از ونزوئلا می باشد. وابسته به پیامد اعتراضهای ایران و موقعگیری ایالات متحده آمریکا در این راستا، نتیجه می تواند خیلی بزرگ باشد. ایران در مقایسه با ونزوئلا به چین نزدیکتر است. تابستان سال گذشته وقتی هواپیماهای B-2 آمریکا پایگاه‌های زیرزمینی ایران را بمباران می‌کردند، از دست چین کار نآمد. سؤال جالب آن است که اگر در یک شب وضع ایران به طوری برای چین نافرام تغییر یابد، این کشور برای تأمین بی‌خطری انرژتیکیش چی کار خواهد کرد؟ سؤال خیلی جالب است، ولی من نمیخواهم بحث را عمیق‌تر کنم، زیرا ما نمیدانیم پیامد اعتراضها چی خواهد بود. یعنی می توان گفت که چین حداقل فعلا امکان ندارد که در صحنه بین المللی همچون قدرت جهانی ظهور نماید. این بود سوال دیگری رادیو آزادی از مایکل سابولیک. میدانید سخن در عرصه بین المللی قدر ندارد. اگر دیپلماتیا با نیرو تحکیم نیابد، آن فقط حرف است. تنها با سخن نمی شود منفعت‌های خود را حمایت کرد. همچنان تنها با سخن نمی شود در عرصه نظامی کامیاب گشت. به فکرم حالا چین کوشش می کند امریکا را همچون نیروی تجاوزگر و پایمال کننده قانون‌های بین المللی نشان دهد. تخمین می کنم چین همچنین امیدوار آن است که امریکا در گسترش نفوذش عاقبت به زیاده روی راه خواهد داد.
تشکر از مایکل سوبولیک، شورای بلندپایه پژوهشگاه هاتسون ایالات متحده آمریکا که به سوالهای رادیو آزادی درباره تأثیر جهانی تحولات اخیر ونزوئلا و ایران پاسخ داد. نامی رئیس سابق ولایت چوی قرقیزستان میربگ میاروف به یک ماجرای پیچیده است. زنی که گفت همسر دوم او بوده از او فرزند دارد، رئیس سابق را در بسیارزنی و فرار از مسئولیت پدری متهم کرد. خودی میاروف در پی این ماجرا بستری شد. در این وضعیت همسر رسمی او با حمایت شوهرش برخواسته زن دوم او را به تمجید متهم کرد. این ماجرا بار دیگر توجه را به موضوع نکاح‌های غیرقانونی و بی‌حمایتی زنان و کودکان کشید که یک مشکل جدی در جامعه قرقیزستان ولی ناعیان دانسته می شود. مولا رجب یوسفی تفصیلاتی بیشتر دارد. فشار به مادر کودک و در حالی که در تربیتش سهمی ندارد ناآدمی و نامردی است. حبیبی اولانوی 26 ساله اصرار دارد که همسر دوم میربگ میاروف رئیس پیشین ولایت چوی است. اعتراف میکند که فقط نکاح مسلمانی داشتند و عقد رسمی نبستند. میاروف عائله‌دار و پدر 5 فرزند است و اولانوا هم این را میدانسته است. Мы женились с Мирбеком Мияровым в 2022 году. Это была свадьба. با میربگ میاروف سال 2022 ازدواج کردیم. طبق عنعنه‌های قرقیزی عقد نکاح بستیم. او وعده داد که از همسرش جدا می شود. به من سند نشان داده تاکید میکرد که با همسرش هیچ ارتباطی ندارد و فقط بعضا پیش فرزندانش می رود. من آن زمان 22 ساله بودم و به او باور کردم. ولی در لحظه دشوار من و فرزندم را پرتافت. Мы даже у нас в мыслях не было. اولانوا میگوید عروسی با دبدبه قدم اول زندگی قانونی بعدی آنها می شود، ولی به گفتش این همه باطل برآمد. میاروف دیگر هیچگاه نخواسته است با او عقد رسمی بندد اگرچه صاحب فرزند شدند. Планировали ребенка, это был долгожданный сын. این طفل در انتظار بود. او به کودک نسبش را داد میاروف و همچون پدر ثبت شد. وقتی فهمید که پسر بیمار است گفت که چون این کودک آبروی او را میبرد، چون میخواهد در آینده باز در انتخابات اشتراک کند. Чтобы люди знали то, что у него есть особенный ребенок. حبیبی میخواهد میاروف را برای بسیار همسری به جوابگری بکشند. به پلیس عریضه داده به وکالتدار حقوق انسان نامه زده است. ما به دادستانی کل مراجعت کردیم که این پرونده را تحت نظارت بگیرد و شکایت را بررسی کنند. خود میربگ میاروف پرونده را شرح نداده است، ولی به حمایت او همسر اولش صدا بلند کرده است. Меня зовут Алтымышева Айсулу. Я законная жена Миярова Мирбека. نام من ایسولو آلتیمیشوا است. همسر قانونی میاروف میربگ هستم. ما 5 فرزند داریم و 18 سال است عائله‌دار هستیم. او زن دوم نیست. در قانون‌های ما این چیز معنی است. عادی گوییم معشوق شوهرم است. دروغ میگوید که گویا شوهرم به وی یاری نمی کند. به نام فرزندانش خانه ماشین داده است. همراه خانه 5 میلیون سوم هم داد. او این را رد نمی کند. ولی او این پولها را برای خودش صرف کرده است. Но эти деньги она потратила на свои нужды. آلتیمیشوا گفت گناه شوهرش را بخشیده است و حالا فقط میخواهد خانواده‌اش را از طمع‌جویی‌های معشوقه شوهرش محافظت کند. Она начала почему-то по каким-то با причинам. کدام سبب او با من و فرزندانم جنگ اعلان کرد. ما به پلیس ناحیه لینسکی عریضه دادیم که بسته شد. حالا از نو میخواهیم باز کنیم. او باید برای گپ و تهدیدهایش تحقیرش به من و فرزندانم جواب دهد. В мою сторону и в сторону моих детей. حالا هر دو طرف به حق بودن خود پایفشاری میکنند، ولی معلوم است که این ماجرا دیگر یک بحث عائلوی نیست. در اداره وکالتدار حقوق انسان گفتند عریضه حبیبی را پلیس قبول کرده، رفتار میاروف را برای بسیار همسری تحقیق میکنند. تحقیق پرونده میربگ میاروف یک مقام بلندپایه سابق برای بسیار زنی از اولین پرونده ها در قرقیزستان خواهد بود. بر اساس قانون در قرقیزستان برای این کار از 500 تا $1000 جریمه میبندند. حامیان حقوق میگویند که مردانی که با زن دوم رابطه برپا میکنند فقط نکاح اسلامی میبندند، ولی وقتی از آنها جدا شدن از زن و فرزند دست میکشند و اصلا سراغ نمیکنند. برنامه اینجا با پایان رسید، ولی نشر خبر